و در یکی از حدیث ها پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم میفرمایند قال رسول الله صلی الله علیه و سلم المسلم اخو المسلم لا یظلمه ولا یخذله ولا یحقره. در این حدیث پیامبر گرامی ما و شما را خبردار می سازد که مسلمان برادر مسلمان است. هیچگاه مسلمان باید برادر خودش ظلم نکند. یعنی ما اگر نظر کنیم امروز ها می بینیم در این جمعیتی که زندگی میکنیم متاسفانه در بعضی حالت ها و یا چی در مهاجرت مهنتی که امروز ها فرزندای ما و شما در مهاجرت مهنتی قرار دارند، در بعضی موارد برادرها یکدیگر را در همون مهاجرت و در مسافرت بالای یکدیگر ظلم میکنند، حالا که در این حدیث تاکید شده است که مسلمان برادر مسلمان است. المسلم اخو المسلم لا یظلمه. در یگان حالت در یگان صورت باید که مسلمان برادر خودش ظلم نکند. می شود حالتی که در مهاجرت مهنتی یک مثال بیاریم، بعضی برادرای هستند که برادرای خودشون ظلم میکنند. ظلم به چی صورت؟ یعنی که در یک جای کاری کار میکنن، همون معاششون یا که مزد مهنتشون سری وقت پرداخت نمیکنن یا که از همون معاش برادران یک فایز معین شه به اجازتش و به خبر همون برادر از خود میکنن که این الکه از نگاه این حدیث پیامبر گرامی این الکه ظلم است که این عمل هم قرآن و هم حدیث محکوم میکند.